سلام هنرجویان عزیز. امروز میخوایم که ریتم 3/4 گیتار رو یاد بگیریم که یه جورایی ساده ترین ریتم گیتار محسوب میشه. البته اینو باید بگم کسایی که میخوان حرفه‌ای گیتار رو دنبال کنن هیچ چیزی مثل کلاس‌های حضوری نیست، چون تو کلاس‌های حضوری هیچ وقت یک دفعه به وارد ریتم و آکورد و این چیزا نمیشه. این ویدیو بیشتر برای کسایی که میخوان یه فضای مجازی یه چیزی یاد بگیرن، سریع برن حالا یه ریتمی آکوردی یاد بگیرن، چون توی اصولی بودن کار باید حتما انگشت گذاری ها رعایت بشه. تمرین کروماتیک داریم و یه سری چیزایی دیگه. حالا میریم سر اصل مطلب. ریتم 3/4 والس یکی از ریتم‌های ساده و اولیه گیتار هستش که من حالا دیگه سریع میرم سر آموزشش که وقتتون هم گرفته نشه. گیتار 6 تا سیم داره که 3 تاش نایلونه و 3 تاش فلزی. حالا اصطلاحاً به 3 تا سیم پایین تریپ میگن و به سیم‌های بالایی بیس یا باس میگن. ریتم 3/4 از 3 تا ضربه مساوی تشکیل شده که 3 تا ضربه رو اگه شمارش کنی میشه 1 2 3 1 2 3. ضربه اول رو به یکی از سیم‌های فلزی میتونیم بزنیم، سیم 6 یا 5 یا 4. حالا این بستگی به اون آکورد یا فرمی داره که اینجا میگیریم که حالا در یک جلسه هم در مورد آکوردها حرف میزنیم. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که به سیم 6 میخوایم با انگشت 60 که بهش میگم پی ضربه بزنیم. انگشتان به این ترتیبن که پی به این 60 رو میگم پی، انگشت اشارمون آی، ام، ای و ایکس، کلمه پی مکس، پی آی ام ای ایکس. پی یک ضربه به سیمای فلزی میزنه به این حالت. بهتر همزمان وقتی این ضربه رو داریم میزنیم یک ضربه پا هم به زمین بزنیم با نوک پا به این حالت. همزمان این ضربه رو میزنیم. حالا میتونه 5 یا 4 هم باشه، فرقی نمیکنه. بعد این ضربه با انگشت آی به 3 تا سیم پایینمون که تریپل هستن، نایلونی هستن، ضربه میزنیم به سمت پایین. فقط توجه داشته باشید که ساعد نباید تکون بخوره، این انگشته که باز میشه به این حالت. پس ضربه اول به پی، ضربه بعدی با انگشت آی به سیمای نایلونی زده شد. بس ضربه اول با پی، یک آی و ضربه سومم باز هم با انگشت آی، یعنی یه دونه ضربه پی همون 60، 2 ضربه آی انگشت اشاره. این 3 تا ضربه باید مساوی زده بشن. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 میشه اینو بعد از تمرین یه مقدار سریع‌ترش کرد. این میشه ریتم 3/4. حالا برای اینکه بتونیم این ور هم فرمی داشته باشیم، مثلا من 2 تا آکورد بهتون یاد میدم که میتونید باهاش این کار رو انجام بدید. آکورد به چیزی گفته میشه، به چند تا نوت گفته میشه که به صورت همزمان گرفته میشه و ایجاد یک فضای آهنگین میکنه واسمون. مثلا این یک آکورد. خب
من میخوام چند تا از اینا رو هم بهتون بگم که وقتی این داره زده میشه ریتممون این ورم بگیم، چون این به تنهایی صدایی خاصی نداره، تا فردا هم اینو بزنیم همین صدا رو داره، هیچ تغییری نمیکنه، ولی با گرفتن آکوردها صداها تغییر میکنن. به این صورت من حالا همین سه تا آکوردی گرفتم و بهتون توضیح میدم. خب به این خونه ها که شبکه بندی شدن توی ساز گیتار فرت یا باره گفته میشه، یعنی فرت 1، فرت 2، فرت 3 تا اینجا که به این قسمت چسبیده فرت 12 بهش میگم. اولین آکوردمون آکورد لا مینور هست که با حروف اختصاری AM نشون میده. لا مینور AM میخوایم بگیریمش. ناخنای این دست رو حتما کوتاه میکنیم برای حرکت گرفتن آکورد. انگشت یکمون رو به این حالت 60 ابتدا هم میره پشت ساز، باید کاملا مچمون صاف باشه، به این یه چنین حالتی ایجاد میشه، یعنی مچمون رو نمیشکنیم به هیچ. انگشت یکمون رو میذاریم سیم 2 فرت 1 به این حالت، سیم 2 فرت 1. انگشت دوممون رو میذاریم سیم 4 فرت 2 به این حالت، این انگشت دوم. ترتیب انگشتام این در این دست به این شکله که این اشارمون انگشت 1، این 2 3 و این 4، 1 2 3 4. پس انگشت 1 سیم 1، سیم 2 فرت 1، انگشت دوم سیم 4 فرت 2 و انگشت سوم سیم سوم فرت دوم. یه چنین فرمی اینجا ایجاد میشه. به این آکورد میگن آکورد لا مینور. خب برای زدن ریتم حالا همونجوری که گفته بودم به یکی از این سیم ها میشه زد. توی آکورد لا مینور بهتره که پی ما سیم 5 و 4 رو بزنه، یا 5 یا 4. خب من میزنم هم از 5 استفاده میکنم هم از 4، یعنی 2 بار اگه قراره بزنم میگم 1 2 3 1 2 3. خب حالا آکورد بعدی. آکورد بعدیمون بهش میگیم می ماژور و با ای نمایش داده میشه و خیلی ساده است، چون اگر آکورد لا مینور رو یاد بگیریم آکورد می ماژور هم یادگیریش خیلی آسون میشه. به این ترتیبه که وقتی آکورد لا مینور رو گرفتیم هر کدوم از انگشتامون رو اگر یک سیم به سمت بالا بریم آکورد می ماژور به دست میاد. ببین انگشت 1 مثلا از سیم 2 بلند میشه میره رو 3، انگشت دوم میره رو سیم 5 و انگشت سوم میاد رو سیم 4. یعنی همون فرم که اینجا بود یک سیم میره بالا، یعنی میشه 3 5 4 و موقعیتش همونه، هیچ فرقی نمیکنه. به این آکورد میگم می ماژور و بهتر از سیم 6 و 5 استفاده بشه. 1 2 3 1 2 3. این شد بس 2 تا آکورد. اگه با هم بزنیم یه چنین چیزی شد. من 2 بار لا مینور رو میزنم و 2 بار می ماژور. البته در ابتدای کار شما به این سرعت نمیتونید اینا رو تعویض کنید، چون نیاز به تمرین داره. موسیقی و هر سازی که شما برید حداقل باید روزانه 2 ساعت تمرین داشته باشید واسه این کار تا بتونید نتیجهش رو ببینید. و اگر قرار این کار رو به عنوان آینده و شغل انتخاب کنید باید روزی 5 ساعت به بالا باشه. پس چیزی که تمرین میکنیم اینه لا مینور و می ماژور، این دوتا رو با ریتم میزنیم و تعویض میکنیم. هر آکورد رو 2 بار 2 میزان میزنیم. واحد شمارش ریتم میزانه، یعنی من 1 بار میزنم 1 بار کاملش رو میگن 1 میزان. پس من رو هر آکورد 2 میزان یعنی 2 بار میزنم. رو لا مینور 1 بار با 5 4، حالا میرم می ماژور بالاتر 6
اونقدر تمرین میکنیم تا بتونیم اینجوری روون بنوازیم. به این حالت باز هم تاکید میکنم برای یادگیری اصولی‌تر و بهتر همین آکوردها ما در جلسه اول همیشه به هنرجویان توصیه میکنیم که حرکت‌های انگشت‌گذاری کروماتیک رو با ضربه آپیاندو که به این شکل هست انجام بدن. یه چنین چیزی میشه. این تمرینات باعث فرمگیری انگشتان و هماهنگی این دو دست میشه که حالا اگر خواستید توی اینترنت سرچ کنید باید بزنید که تمرینات انگشت‌گذاری کروماتیک مدل های مختلفی داره. خب ممنونم که به این ویدیو نگاه کردید و امیدوارم که از این آکوردواری لذت ببرید.